ساکنی دهه سردره دهات میرعلی آباد ناحیه واسه زیباگل نظر آورا با هنری دوزندگی بسیاری ها میشناسند. هنری مردمی خالای زیباگل را با اشتراک در نمایش‌های هنرهای مردمی در مقیاس جمهوری معرفی نموده است. از ذوق بی اندازه به هنرهای مردمی این حجره منزل استقامتیش را با هر گونه متاهای گلدوزی شده، چکنی و قراقی، تاقی و جلک و دیگر متاها آرایش داده به حجره هنرمندان تبدیل داده است. این همه با مهنت دستی بانوی سوزن و کمک فرزندانش دختر شده اینجا گرد آورده شدند. همین هنرهای مردمی را با مینادورگی از جنوب یولی داریم که از سر نو احیا کرد. مادرای ما میدوختن از دور پیش همین نمود پرادوزی بود. نه که با پرادوزی حاضره و با کار و فعالیت حاضره با بهترین شده که هنرمند بسیار شده است. جلب میکنن به همین هنرها میان میدوزن. ایده کارشون میبرن. ما را همچون فرزند گوش میکنن. ما ریزه میکنیم میتیم یاد میتیم. همشون ایده این هنرها برآمده کار فعالیت کردن زندگیشون پیش بردن. با اون نگاه نکرده که سین خالای زیباگل نزدیک 80 سالگی است، در این سال او هنری از نیاگانمان رسیده را به دیگران میآموزاند. آن نازکی ها را که از بیبی و مادرش آموخته است آن را به این زنان میآموزد. ما یک روز زنان همینجا جمع میشیم، همه زنان خونشین جمع میشیم، نمیجا میویم یک جای قراقدوزی کمیمون که با نفهمیم با میفهمیدگیمون با دیگراش با نشون میتیم نمتری چی میکنیم هنرو را به یک دیگر نشون میتیم میدوزیم این هنرهای مردمی ای مو گذشته مو ماگی ای سال 24 تا 25 ما 50 نفر زنهای خونشینی که در خونه بیکار بودن همه را جلب کردم در خونه نزد حولگی خودم زندگی میکنم. در یک خونه را ما همچه کارخانه و خاطر زنهای بیکار کارخانه کردم. زنها را به همین جا جلب کردم آمدن هر روزه از سحر تا عبید میان درز و نشونشون میتیم. در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان توجه آدمان مخصوصا نوخانه‌داران با محصولات‌های دستی دوخته شده هنرمندان محلی سالتازه افزوده خالای زیباگل و فرزندانش با این شغل مردمی زندگیشون رو پیش برده ایستادند. هممون در خانه‌های خودمون میدوزیم کرپا و کرپاچه پاپوردوزی همشه میکنیم. یک کرپم چور کرپاچه چور تکسری را 1000 سامان میدوزیم. بسیار چی داریم سودا شما خوشروی زندگیمون ایروی همیه. این مکافات ها سپاسنامه و افتخارنامه ها از مقامات های گوناگون دولتی برای سهم ارزنده در رشد هنرهای مردمی از ناحیه ولایت جمهوری به زیباگل نظر و تقدیم کرده شدند و از این همه قدردانی ها او را بلند گردیده شکرانه تنجی و آسایشتگی و شکوفایی تاجیکستان را نموده مقصد دارد که به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با نقش و گلدازی های نو در نمایش هنرهای مردمی اشتراک ورزد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.